ناصرالدین شاه، شاه پرهنر، طراح، نقاش، عکاس، شاعر و نویسنده اهل قلم موفق شد مدرنیته رو در مقیاس دربار بنیانگذاری کنه. در میان شاهان ایران نداریم شخصیتی که تا این اندازه ذوالفنون و چند بعدی باشه، تا جایی که بعضی ها گفتن سلام اینجا نامعروف. در میان شاهان ایران نداریم شخصیتی که تا این اندازه ذوالفنون و چند بعدی باشه، تا جایی که بعضی ها گفتند شعرهای منسوب به او، طراحی‌های او، نقاشی‌های او جعلی است. اما ذوق و ذائقه و قریحه‌ای در این کارها به چشم میخوره که ما رو بر اون میداره که بپذیریم که این شاه که به ناگاه با جهان مدرن روبرو شد دستی در هنرهای مختلف داشته و چه بسا پیش از تمام شاهان پیش از خودش هنرمند بوده. خب این روزها صحبت‌های زیادی از طراحی‌ها و نقاشی‌های او میشه و نمونه‌های زیادی از طراحی‌های او با قلم‌فرزی در فضای مجازی به چشم می‌خوره. برخی از آثار نقاشی او بر جای مانده و حتی ما نقاشی‌های ناتمامی از ناصرالدین شاه داریم که نشان از تدبیر و درک بصری این پادشاه داره و این توانایی‌ها به حدی است که گاهی انسان از خودش میپرسه که پس کی او فرصت کرده به مملکتداری بیاندیشه. یکی از ابعاد مهم شخصیت ناصرالدین شاه شاعره. شعرهای مذهبی، مرثیه‌های دینی که ناصرالدین شاه سروده هنوزم که هنوزه از زبان نقال‌ها شنیده میشه. نوحه‌های مشهوری هنوز هم توسط مداحان کهنسال خونده میشه که سرایش اونها منتسب به ناصرالدین شاه هست و البته داستان‌هایی در باب شاعری ناصرالدین شاه در زبان مردم همچنان در گردش است. یکی از این داستان‌ها اینه که شاعری به نام محرم با ناصرالدین شاه روبرو میشه و میگه که من شعری سرودم. این محرم که شاعرنامه میخوانه دیوانه شود محرم در ماه محرم و ناصرالدین شاه بلافاصله با طبع شعری که داره میگه که در ماه صفر هم 10 ماه دیگر هم. و یکی دیگه از داستان‌هایی که راجع به شخصیت شاعر و شعرهای مذهبی ناصرالدین شاه در زبان مردم رایجه اینه که شبی ناصرالدین شاه خواب میبینه که شاعران در صفن تا از پیامبر بابت شعرهایی که در مدح خاندان ایشون سرودن صله و جایزه بگیرن. ناصرالدین شاه نزدیک میشه و به اون میگن که تو از این مجموعه نصیبی نداری و صله‌ای به تو نمیرسه چون شعری در باره فرزندان ما نگفتی. و بعد میگن ناصرالدین شاه از خواب بیدار میشه و این شعر رو میسراید که عشقبازی کار هر شیاد نیست، این شکار دام هر صیاد نیست. عاشقی را قابلیت لازم است، طالب حق را حقیقت لازم است. و در ادامه شعر گریزی میزنه به صحرای کربلا و شرایط امام حسین رو ترسیم میکنه. غزلیات متعددی از او هست. دیوان شعر ناصرالدین شاه به چاپ رسیده. نکته‌های زیادی در مورد شخصیت شعری ایشون میتونید در دیوانشون ببینید. و یک نکته این که برای اینکه ایشون مورد توجه قرار بگیرند، شاعر پرآوازه‌ای مثل فروغی بسطامی بارها و بارها ابیاتی از اشعار ایشون رو تضمین کرده و در میان سروده‌های خودش امانتدارانه آورده و به اون افتخار کرده. شخصیت
شاعر ناصرالدین شاه تا پایان دوره قاجار بسیار پررنگ بود و طبیعتا در عصر پهلوی با اون روحیه قاجار ستیزی که شاهان پهلوی داشتن این به حاشیه رانده شد، اما به نظر میرسه که شعرها سرودهای خود ایشون باشه. و اما ناصرالدین شاه عکاس، ناصرالدین شاه در شمار اولین عکاسان ایرانی هست که دوربین رو در اختیار گرفت، به این تکنیک مسلط شد و دست به رفتارهای آوانگاردی هم زد. دوربین خودش رو به حرمسرا برد و از خصوصی ترین شخصیت های خانواده خودش عکس گرفت، چون هرگز فکر نمی کرد که روزی این عکس ها و یادداشت های خصوصی همگانی بشه و در معرض دید همگان قرار بگیره. در شرایطی که نگاه مستقیم مردم به اهالی حرم شاه ممنوع بود، ناصرالدین شاه از همسران خودش و خانواده خودش عکس‌های برهنه می‌گرفت. اعتماد السلطنه در یک رساله با عنوان تعیین حدود احترامات سفرا در ایران در یک بخشنامه اعلام کرده که وزرای مختار از فرنگی‌هایی که از جلو می آیند باید کالسکه خود را نگاه داشته پیاده شوند و روی خود را برگردانند تا کالسکه های حرم جلالت بگذرند. خب در اون زمان رسم کورباش و دورباش وجود داشته. وقتی که کالسکه حرم شاهی یا خود شاه با شرایط ویژه‌ای در حال گذر بوده، مردم باید روی بر میگردوندند و اجازه نگاه کردن رو نداشتن. در چنین شرایطی شاه داره از خلوتخانه خودش عکس میگیره و این اتفاق مهمی است. کار مهم دیگری که او انجام میده اینه که جزو اولین کسانی است که برای عکس یادداشت می‌نویسه و این یادداشت‌ها امروزه ارزش تاریخی دارن. این یادداشت نوشتن روی عکس‌ها بعدها منتقل میشه روی کارت پستال‌ها و ادامه پیدا میکنه تا اینکه یک سنت ادبی به نام اکفراسیس به وجود میاره، یعنی تصویری که برای اون شعر نوشته میشه. و البته که موضوع اکفراسیس موضوع دیگری است که در آینده در موردش سخن خواهیم گفت. چه بسا این رسم یادداشت نویسی ذیل عکس‌ها و یا پشت عکس‌ها از طریق ناصرالدین شاه به دیگران منتقل میشه. اما یکی از کارهای جالبی که در عصر ناصری شکل میگیره و ناصرالدین شاه به طور مشخص حامی اونه، نوشتن یادداشت‌های روزانه است، به طوری که امروزه مجموعه ای از یادداشت‌های روزانه ناصرالدین شاه و مادرش مهد اولیا و دخترش فروغ الدوله در دسترس ما هست. این یادداشت‌ها با عنوان آلبوم بیوتات در موزه کاخ گلستان نگهداری میشه. البته در زمان حیات خود ناصرالدین شاه اینها کلاسه بندی میشن و رسم سفرنامه نویسی رو او به خانواده خودش منتقل میکنه. نامه هایی که نوشته شده توسط همسران شاه خطاب به او، همه اینها امروزه دارای ارزش ادبی و فرهنگی تاریخی هستند و نکته های زیادی رو فراروی ما آشکار میکنند. به ویژه از نکته های مهم اینه که زنان قلم به دست میشن. مادر او، همسر او و دختر او دست به کار نوشتن میشن و خود ناصرالدین شاه در این کار بیشتر از همه و پیشتر از همه قلم فرسایی کرده که آثاری از او بجا هست و میخوام یه توضیحی راجع به برخی از اینها بگم. ناصرالدین شاه در این یادداشت هایی که دارد
در واقع بنیانگذار آوانگاری یا فونتیک هم هست. چه بسا که ناصرالدین شاه اولین کسی باشه که یادداشت‌هایی رو با رسم الخط فرانسه نوشته، به ویژه اسمها رو. پس شاید اون نخستین ایرانی باشه که برای نوشتن کلمات فارسی از خط لاتین استفاده کرده. با استناد به آلبوم شماره 97 بیوتات سلطنتی، هر وقت که شاه، اینطوری گفتن که در مورد استفاده از آوانگاری اینجوری گفته شده که هرگاه شاه شهید پا از دایره شرع بیرون می‌نهاد، یعنی یه رفتار غیر شرعی انجام میداد مثل می خوردن و مرتکب حرام شرعی از جمله باده گساری میشد، از رسم الخط فرانسه کمک میگرفت و آن را به زبان فرانسه مینوشت. خب نکته مهمیه، چیزی که عرف جامعه نمیپذیرفت رو از رسم الخط فرانسه کمک گرفت، چون او در دوره نوجوانی وقتی دوره ولیعهدی خودش رو در تبریز میگذراند اونجا زبان فرانسه رو یاد گرفت. همچنین وقتی میخواست همخوابگی ها و آمیزش جنسی با زنان حرمسرا را ثبت کند، نام زنها را با لهجه ترکی با رسم الخط فرانسه ثبت میکرد. اینو میگن آوانگاری، همون کاری که امروزه شما گاهی فینگلیش انجام میدید، یعنی اگر کیبورد نداشته باشیم از حروف انگلیسی استفاده میکنیم برای انتقال معنای مد نظر در پیام ها. ناصرالدین شاه به نظر میرسه اولین کسی هست که این شیوه رو به کار میگیره. او برای ثبت آمیزش جنسی از فعل کنایی بله شدن استفاده میکرد، یعنی اسم همسر مورد نظرش رو مینوشت، مثلا مینوشت اغلبک بله شد. به طور مثال دیشب بلقیس و اغلبک بله شده بودن. و جالبه بدونید که تا مدتها کسانی که این بیوتات رو، آلبوم بیوتات رو ثبت کرده بودن و به چاپ رسیده بودن، این عبارات رو نوشته بودن، این عبارات مهمل هست، تا اینکه خانم دکتر نسیم محمدی در دوره دانشجوییشون طی مقاله‌ای با عنوان اطلاعاتی نویافته درباره ناصرالدین شاه قاجار بر اساس حذفیات 5 تصحیح غیر تخصصی از روزنامه خاطرات او، در این مقاله نشون میدن که اون عبارت‌هایی که دیگران مصححین اول مهمل پنداشتن، اینها آوانگاری بوده و فعل بله شدن به لحاظ تاریخی یک معانی کنایی داره، من جمله این که مورد همخوابگی و آمیزش قرار داده شدن. بنابراین باز هم تأکید میکنم که هرگز مخیله ناصرالدین شاه ره به این نکته نمی برد که روزی این خصوصی ترین یادداشت‌های او و خصوصی ترین عکس‌های او همگانی بشه و در اختیار همه قرار بگیره. و این ویژگی یکی از خصوصیات بارز مدرنیته است، یعنی دموکراتیزه شدن و همگانی شدن تصویر. جالب اینه که تا پیش از این کسانی که دست به تصحیح آلبوم بیوتات زدن متوجه نبودند که این عباراتی که به لاتین نوشته شده آوانگاری نام زنان حرمسرا به لهجه ترکیه و متوجه کارکرد کنایی فعل بله شدن نبودند، بنابراین این عبارات رو مهمل خوندن. و جالبه که به همت اهل پژوهش امروز این نکته ها رمزگشایی شدن. یکی از کارهای مهم دیگری که ناصرالدین شاه انجام میده اینه که مدرنیته رو به دربار میاره. این اتفاق خیلی مهمیه. او به تکنولوژی های جدید میدان میده و در واقع مشق مدرنیزاسیون رو در میانه عصر ناصری آغاز میکنه و این کار خدمت بزرگی میکنه به جریان‌های آزادی خواهی. در واقع این تکنولوژی ها مثل اسب تروایی هستند که به نهانخانه استبداد راه پیدا میکنن، در اونجا زاد و ولد میکنن و بعد زمینه رو برای محو شدن استبداد
فراهم میکنن. روشنفکران آزادیخواه و منتقد پرورش میدن. بسیاری از این پدیده‌های مدرن رو اعتماد السلطنه که وزیر انطباعات یا به قول امروزی ها وزیر ارشاد ناصرالدین شاه بوده، در کتاب المعاصر و الآثار تحت عنوان ترقیات صناعات و علوم و تبدلات عادات و رسوم و رواج معارف جدیده آورده. اینا رو برخی از اینا رو فهرست کرده که من نام میبرم. آموزش زبانهای فرانسه، انگلیسی، روسی و آلمانی، تأسیس اداره بهداشت یا حفظ الصحه، داروسازی مدرن و داروخانه‌های دولتی، آبله‌کوبی، پایه‌گذاری دانش کلاسیک نجوم، ورود تلسکوپ و میکروسکوپ، تأسیس و امتداد تلگراف، تلفن، کارخانه برق. اولین کارخانه برق رو ناصرالدین شاه به دربار خودش میاره. راه آهن، ورود و ترویج عکاسی، چاپ، کارخانه‌های نساجی، بلورسازی، چینیسازی، شمع‌ریزی، کاغذسازی، سیگارسازی، چترسازی، آموزش تاریخ‌نگاری علمی و ورود پرسپکتیو به تصاویر، ترویج تعزیه‌خوانی و بنیانگذاری تماشاخانه، تأسیس موزه و باغ وحش، آموزش و ترویج دانش سکه‌شناسی و کلکسیون سازی، آوردن بذرهای جدید از نقاط مختلف جهان و پرورش گل و گیاه به شیوه مدرن و معرفی فهرستی از گلها و صیفی‌های جدید. این بذرهای جدید شامل بسیاری از چیزایی که ما در سالاد روزانه استفاده می‌کنیم هست. مثلا گوجه فرنگی، خیار، اینا جزء همون بذرهای جدیدی هستن که در واقع ناصرالدین شاه و اون ساختارش کمک کردن و همگانی کردن. منتها در دوره اول اینا در سطح دربار مورد استفاده قرار میگیرن. تأسیس کارخانه‌های مهمات و اسلحه سازی، طراحی کلاه کوتاه برای عامه مردم، طراحی کلاه ماهوت مشکی، بنیانگذاری مطبوعات دوره‌ای فارسی، مطبوعات تصویری، انتشار نشریه به زبان فرانسه، ورود بالون، آوردن ماشین‌های ضرب سکه از اروپا و تأسیس دارالضرب مرکزی، افتتاح دارالفنون در تهران و تبریز، افتتاح نخستین مرکز رایگان آموزش نقاشی، افتتاح بانک، ایجاد تغییر کلی در پوشش زنان، افتتاح دارالترجمه، انجام تألیفات دولتی و ترویج استفاده از ساعت‌های شماطه‌دار و بغلی. این مجموعه دارن نشون میدن که بخش بزرگی از مدرنیزاسیون که منتسب به رضا شاه است ریشه در عصر ناصری داره و ناصرالدین شاه در واقع داره مدرنیته رو در دربار و برای اشراف تهران مشق میکنه تا اینکه در دوره بعدی مدرنیته همگانی میشه. آخرین مطلبی که میخوام راجع به ناصرالدین شاه بگم اینه که ناصرالدین شاه مظاهر شاهانه رو دگرگون کرد. تا پیش از ناصرالدین شاه در دوره قاجار شاهان باید ریش و سیبیل می داشتند و ریش به ویژه یکی از مظاهر فرهمندی شاهان بوده و تصاویری که از دوران جوانی ناصرالدین شاه به جا مونده نشون میده که او به این سنت ملی و دینی پایبند بوده. سیبیل‌های بزرگی داشته ولی تحریشی رو حفظ میکنه. شاید از هیچ شاهی به اندازه ناصرالدین شاه پورتره باقی نمونده. خودش هم عاشق عکس بوده، یک نارسیسیسمی هم داشته. نقاشی‌ها و عکسایی که از اون برجای مانده به ما نشون میدن که از یک مقطع زمانی به بعد او ریش رو به کنار میذاره که ریش خودش مظهر فرهمندی هست و تنها از سیبیل به عنوان یک نماد شاهانه استفاده میکنه و این رفتار او قدری جسارت آمیز هم بوده و از سیبیل در واقع به عنوان یک برند شاهانه بهره میگیره و استفاده میکنه و این ویژگی به فرزندش مظفرالدین شاه هم منتقل میشه و البته که بعد از اون دیگه احمدشاه این برند رو کلاً از بین میبره. با ما باشید در کانال نامعروف تا بیشتر بشنویم از ناشناخته های فرهنگ و هنر و تاریخ ایران. ویدئوی ما رو لایک کنید
کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو به صدا در بیارید تا در جریان آخرین ویدیوهای ما قرار بگیرید. سپاس.